سیل آدم را میبرد؟ نمیدونم. در جنوب قرقیزستان ولایت اوش یک زن با دخترش در سیل غرق شدند. جسد دختری 6 ساله این زن را از ازبکستان پیدا کرده به نزدیکانش سپردند. در ولایت اوش حالت فوق‌العاده اعلان شده است. این نوار از بازار مرکزی اوش است که آب رود بر اثر بارانگری زیاد به آن داخل شده است. سیل با خود ماشین و آدم‌ها را میبرد. ساکنان تلاش دارند خود را نجات دهند. سیل به دوکان و مال تاجران بازار آسیب رسانیده است. هنوز ضرری رسیده حساب نشده است. ببینید این واگن پر از مال و محصولات بود. ما برای زمستان ذخیره کرده بودیم. در مغازه هم 2 واگن بار بود. همه را از دست دادیم. این همه مال و محصولات را از دست دادیم. این پایافزاری گران ارزش است. چیکار میکنیم نمیدانم. چیزی برای فروختن نمانده است. امیدوارم که حکومت به ما کمک میکند. حکومت اوش گفته است طبق حساب پیشکی 7 ماشین ساکنان را سیل برده به داخل 134 خانه آب در آمده است و دیوارهای 17 خانه چپه شدند. 30 تن از ساکنان به بیمارخانه مراجعت کردند و 2 نفر بستری شده است. سیل خرابی آور در چند ناحیه ازبکستان نیز ثبت شده است. در ولایت اندیجان سیل یک پل بزرگ را ویران کرد.